استعدادی که دیده نشد. آقای جواد شربتی معروف به جواد تویسرکانی، 53 ساله، اهل خرمرود شهر تویسرکان استان همدان. صدای بسیار زیبایی داره ولی متاسفانه درگیر بلای خانمانسوزه و شغل درستی هم نداره. ازتون میخوام که کمکش بکنید، با همدیگه بریم صداش رو ببینیم و بشنویم. برای آگاهی بیشتر هم حتما کپشن رو بخونید. گل فروش شهرم بسیار کار خود خورسندم دستگاه ماشاءالله. دست گل می‌بندم و به خوشگل شهر